به نام خداوند بخشنده مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت یکایک خواهران و برادران عزیز، زلزله‌ای که در شب گذشته در بخش مهران بندر لنگه رخ داد سبب شد که آسیب‌های جانی و مالی فراوانی برای تعدادی از هموطنان عزیز ما ایجاد بکنه و ما هم ضمن این که از خداوند عزوجل مسئلت داریم این مصیبت را برای این عزیزان سهل بگردونه و دوست داریم انشالله مثل همه انجمن‌های خیریه، تشکل‌های مردمی که در اتفاقات دوشادوش همدیگه در کار خیر شرکت می‌کنند، انجمن خیریه خاتم النبیین سورو هم اعلان آمادگی می‌کنه برای کمک رسانی به این عزیزان و امید است کمک آحاد جامعه در رفع رنجی که این عزیزان دچارش شدن کارساز باشه و چه زیباست که شاعر می‌فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار. منتظر کمک های شما عزیزان هستیم. انجمن خیریه خاتم النبیین سورو.